سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اگر میخواهید در ارتباط با دیگران مثل یک نابغه عمل کنید و با کمترین زحمت کاراتون رو پیش ببرید، شاید لازمه چند ترفند روانشناسی خوب رو یاد بگیرید. چه در موقعیت‌های اجتماعی خجالتی و معذب باشید و چه یک برونگرای تمام عیار، میتونید از چند ترفند برای افزایش دادن محبوبیت اجتماعیتون استفاده کنید. این ترفندا مبتنی بر اصول ابتدایی روانشناسی هستن و کمک میکنن در هر شرایط اجتماعی از مهمونی گرفته تا مصاحبه شغلی یا روابط عاشقانه برتر از بقیه باشید. حالا بریم سراغ این ترفندای روانشناسی ناب. ترفند اول: در اولین برخورد به رنگ چشم افراد دقت کنید. این کار به خاطر مهم بودن رنگ چشم نیست، بلکه توجه کردن به رنگ چشما باعث میشه یه ارتباط چشمی خوب برقرار کنید. حتما میدونید که ارتباط چشمی تو موقعیت‌های اجتماعی اهمیت زیادی داره. ارتباط چشمی بیش از حد باعث معذب شدن فرد مقابل میشه و تا حدودی ترسناکه و اگه هم به اندازه کافی نباشه باعث میشه حیله‌گر و غیر قابل اعتماد به نظر برسید. ترفند دوم: زبان بدنتون رو با فرد مقابل تطبیق بدید. تقلید کردن از زبان بدن فرد مقابل یه روش کارآمد برای ایجاد ارتباط متقابله. تو این کار زیاده روی نکنید. در عوض خیلی نامحسوس از ژست‌های مشابه استفاده کنید. کسی که دست به سینه تو فاصله دور میسته احتمال کمتری داره با کسی که با دستای باز تو فاصله نزدیک وای میسته احساس راحتی کنه. ترفند سوم: فوراً از اسم فرد مقابل تو حرفاتون استفاده کنید. شخصاً به محض اینکه با فرد جدیدی آشنا میشم اسم اونو یادم میره. متخصصا توصیه میکنن اشاره کردن به اسم فرد مقابل در ابتدای برخورد باعث تقویت شدن اون در ذهنتون میشه. یه مزیت دیگه این کار اینه که باعث میشه فرد مقابل بیشتر به شما علاقه‌مند بشه. مردم دوست دارن اسم خودشون از زبان دیگران بشنون چون باعث میشه احساس کنن مهمن. حالا میرسیم به ترفند چهارم، یعنی وانمود کنید که راحتید. آیا آشنا شدن با افراد جدید یا صحبت کردن در جمع رو دوست ندارید؟ وانمود کنید که مشکلی با این کار ندارید. میتونید با وانمود کردن مغزتون رو گول بزنید و اضطرابتون رو برطرف کنید. اگه ملاقات با افراد جدید باعث میشه دچار اضطراب بشید، وانمود کنید اونا رو از قبل میشناسید. در نتیجه این کار بیخیال‌تر به نظر میرسید که باعث میشه دوست داشتنی ترم بشید. یه بازی دو سر برده. ترفند پنجم: به پاهای دیگران دقت کنید. وقتی به گروهی از افراد نزدیک میشید، توجه کنید که آیا پاهاشون رو به سمت شما برمیگردونن یا نه. این کار نشونه خوشامدگوییه. در مقابل، چرخوندن سر یا بدن بدون تغییر دادن جهت پاها به این معناست که در جمع پذیرفته شده نیستید یا در زمان نامناسب وارد شدید. ترفند ششم: جای نشستنتون رو با دقت انتخاب کنید. اگه احتمال میدید قراره با یه نفر جر و بحث کنید، به جای روبرو در کنار این فرد بشینید. در این حالت کمتر مخالف به نظر میرسید و فرد مقابل احتمال کمتری داره احساس تهدید شدن کنه. این تکنیک در اتاقهای کنفرانس یا حتی میز شام خانوادگی به درد میخوره. قبل از بررسی ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون، اگه تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میریم سراغ ترفند هفتم، یعنی درخواست کمک. این کار عجیب به نظر میرسه، ولی اگه برای بنجامین فرانکلین مفید بوده، برای شما مفیده. بنجامین فرانکلین تو آزمایشش از افرادی که به تازگی ملاقات کرده بود یه درخواست کوچیک کرد. یافته‌ها نشون داد این کار احتمال دوست داشته شدن توسط دیگران رو افزایش میده، چون ذهن اونا استدلال میکنه که اگه کاری برای شما انجام دادن حتما شما رو دوست دارن. برای مثال میتونید ساعت رو بپرسید یا دستمال بخواید یا در مورد یه موضوع نظر بپرسید. ترفند هشتم: دید زننده رو با خمیازه کشیدن شناسایی کنید. اگه خمیازه کشیدن کسی رو ببینید، مسلماً شما هم خمیازه میکشید. این یه مسئله بیولوژیکیه.
بنابراین اگه احساس میکنید کسی در اتاق شما رو دید میزنه، خمیازه بکشید. اگه این فردم خمیازه کشید، یعنی در حال نگاه کردن به شما بوده. ترفند نهم، یک کلمه رو به زنگوله تبدیل کنید. آیا میخواهید بدونید کسی که با اون صحبت میکنید از شما خوشش میاد یا نه؟ یکی از کلماتی که هر از گاهی میگه رو انتخاب کنید و هر بار اونو میشنوید لبخند بزنید یا سرتون رو تکون بدید. اگه این شخص شما رو دوست داشته باشه، کلمه مورد نظر رو بیشتر به کار میبره. در غیر این صورت، حتی ممکنه دیگه از این کلمه استفاده نکنه. به هر حال، متوجه احساسات این فرد میشید. ترفند دهم، صحبت‌های فرد مقابل رو نقل قول کنید. اگه میخواهید طرف مقابل فکر کنه که به صحبت‌های اون گوش میکنید، در درجه اول واقعاً گوش کنید. در غیر این صورت، حرفی که شنیدید رو با جمله بندی متفاوت تکرارش کنید. این کار ثابت میکنه که به صحبت‌های فرد مقابل خوب توجه میکنید. ترفند 11، در انتخاب رنگ لباساتون دقت کنید. لباس شما شخصیتتون رو نشون میده. پس در انتخاب اون دقت کنید. برای مثال آبی تیره قابل اعتماد و گرمه. خاکستری شیک و مطمئنه و مشکی با کلاس و سطح بالاست. مثلا تو مصاحبه شغل تدریس آبی تیره و تو مصاحبه شغل امنیتی خاکستری رو انتخاب کنید. اگرم میخواید یه جاسوس بین المللی جذاب باشید مشکی بپوشید. ترفند 12، به دستاتون فکر کنید. اگه دچار وسواس فکری نمیشید، باید بدونید که دستاتون در هنگام مکالمه اطلاعات زیادی رو منتقل میکنن. بنابراین دو روش رو امتحان کنید. یا انگشتاتون رو به هم بچسبونید که نشون دهنده اعتماد به نفسه، یا کف دستاتون رو نشون بدید که باعث میشه صادق به نظر برسید. ترفند روانشناسی 13، با احتیاط یکی از ایراداتون رو مطرح کنید. مطالعات نشون میده وقتی فردی مرتکب یه اشتباه کوچیک میشه، دیگران نسبت به اون مهربونتر میشن. برای بهره‌مند شدن از این مزیت، به سوال بزرگترین ضعف شما چیه جواب بدید. این کار باعث میشه از کسانی که سعی میکنن ضعفاشون رو یه نقطه قوت جلوه بدن متمایز بشید و اطرافیانتون در جمع مهربونتر رفتار کنن. ترفند 14، از همه تعریف کنید. بدیهیه که همه تعریف شنیدن رو دوست دارن. پس از کسانی که با اونا صحبت میکنید تعریف کنید. تحقیقات نشون میده مثبت صحبت کردن در مورد یک فرد دیگه باعث میشه با اعتماد به نفس به نظر برسید. اگه برعکس این مسئله رو در نظر بگیرید، متوجه دلیل اون میشید. وقتی یک نفر از دیگران بدگویی میکنه، به هیچ وجه با اعتماد به نفس به نظر نمیرسه. ترفند 15، یک راز رو برملا کنید. وقتی به دیگران نشون میدید به قدری به اونا اعتماد دارید که یک راز رو به اونا میگید، رابطه متقابل ایجاد کرده و اونو تقویتش میکنید. بنابراین قبل از ملاقات با کسی که میخواید اونو تحت تاثیر قرار بدید، به رازی فکر کنید که میتونید اونو باهاش در میون بذارید. مثلا اولین قرار عاشقانه‌ای که افتضاح بوده معمولاً گزینه خوبیه. ترفند 16، بلند پرواز و جاه طلب باشید. احتمالاً میدونید که اگه میخواید کسی یک کار بزرگ براتون انجام بده، اول باید یک کار کوچیک از اون بخواید. برعکس این روش هم امکان پذیره. اگه از یک نفر یک درخواست بزرگ کنید، مثلا اجاره این ماه رو پرداخت کنه، به قدری از رد کردن اون احساس ناراحتی میکنه که بلا فاصله درخواست بعدیتون رو قبول میکنه. مثلا بگید میتونی 200,000 تومان به من قرض بدی؟ ترفند 17، از یک شخص خاص کمک بخواید، نه از جمع. اثر ناظر یک نظریه روانشناسیه که بر اساس اون وقتی از یک گروه بزرگ درخواست کمک میشه، هیچ کس پا پیش نمیذاره. ولی درخواست کمک از یک شخص خاص باعث میشه به راحتی نادیده گرفته نشید. بنابراین بابت یک کار از تمامی افراد کنارتون درخواست کمک نکنید. در عوض از یک شخص خاص کمک بخواید. علاوه بر این کار باعث میشه فرد مقابل احساس مهم بودن کنه. با اجرایی کردن این ترفندا در بین دیگران میتونید خیلی راحت از بقیه بهتر و باهوشتر جلوه کنید. فقط سعی کنید از این ترفندا در جهت خوبش استفاده کنید. در انتها فراموش نکنید که این برنامه رو حتماً با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. حالا یه سوال،
کدوم یکی از این ترفندهای روانشناسی براتون جالبتر و عجیبتر بود؟ برای فهمیدن حقیقتی تکان دهنده درباره مغزتون بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه همون آب جوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه تخم مرغ رو سفت میکنه. بستگی به این داره که از چی ساخته شده باشی، نه اینکه شرایطت چی باشه. پیروز و سلامت و سربلند باشید.